خدمات پرستاف‌های ولایت نیژنی نوگورود روسیه روز 20 دکامبر سال 2022 خبر داد که اخیراً از این ولایت 10 مهاجر غیر قانونی از جمله 6 شهروند تاجیکستان، 2 شهروند آذربایجان و 2 شهروند ارمنستان را اجباراً اخراج کردند. این 10 نفر و پرستاف‌ها به فرودگاه‌های مسکو آورده به هواپیماهای راهی کشورهای زادگاهشان سوار کردند. همه آنها برای 5 سال آینده از حق عبور مرزهای روسیه محروم کرده شدند. خدمات مطبوعات اداره پرستاف‌های ولایت نیژنی نوگورود در شرح این پرونده گفت اخراج اجباری این شهروندان خارجی بر اساس قرار دادگاه صورت گرفت. همه آنها بر اساس ماده 18 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه به ویران کردن ترتیبات ورود به روسیه و قاعده‌های بود و باش در این کشور گناهکار شناخته شدند. تا روز اخراجشان این مهاجران را در بازداشتگاه‌های خارجیان رو به اخراج نگاه می داشتند. همزمان روز 20 دکامبر اداره پرستاف‌های ولایت توله خبر داد که در یک ماه آخر از این ولایت 25 مهاجر غیر قانونی و از اول سال 295 خارجی را اخراج کردند که در بین آنها شهروندان مولداوا، ویتنام، نیگریا، شریلانکا، قرقیزستان، آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان هستند. مهاجران غیر قانونی را از ولایت توله نیز تا فرودگاه مسکو آورده به کشورهای زادگاهشان فرستادند. ماه نوامبر پرستاف‌های ولایت کالوگا از اخراج 14 شهروند ازبکستان و 10 مهاجر تاجیک خبر داده بودند. چند سال پیش شماره شهروندان تاجیکی که بر روی خط سیاه روسیه افتاده به سبب زپرید به آن کشور سفر کردن نمیتوانستند از 300,000 نفر گذشته بود. سالهای آخر موج اخراج‌ها از روسیه ظاهراً کمتر شد، ولی اوج یکباره 120,000 مهاجر تاجیک در ماه سپتامبر سال 2021 نشان داد که شماره افراد تحت زپرید همچنان خیلی زیاد بوده است.